در ناحیه فرخور از طرف صاحبکاران محلی دو انشاءات نوی خدمترسانی به استفاده داده شد. در دایره وسعتی چنین تدبیرهای آبادانی سال روان با سهمی صاحبکاران در حدود ناحیه 51 انشاءات تعیناتی گوناگون به استفاده داده شده. عین حال کارهای ساختمانی در 65 انشاءات دیگر ادامه دارد. گزارش از ناحیه فرخور. در نویای فرخور بخشیده به استقبال جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسعت چنین تدبیرهای آبادانی از جانب صاحبکار محلی عمر عمرов یک انشاءات خدمترسانی با تشکیل 20 جای نوی کاری ساخته مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور در شفت باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه در مساحت 108 متر کوادراتی با قیده سبزکاری بنیاد گردیده است. ساختمان انشاءات خدمترسانی از ماه اوگوست سال 2019 آغاز گردیده آن طبق لایحه با جلب ساختمانچیان محلی در مدت 8 ماه با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. باعث خصوصی است که در کشور ما تحت راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روند سازندگی سال تا سال وضعیت تازه پیدا می‌کند. ما از چنین سیاست آبادکارانه الهام گرفته این استخوان را بنیاد کردیم. این موضع شفت باغ فرهنگی فراغتی و مؤسسه تا مکتبی رقم 1 ناحیه چند سال اخیر در حالت روزنامه قرار داشت. صاحبکاران محلی در برابر بنیاد آشخانه زمانوی برای 54 جای نشست همزمان صحن انشاءات را با شنیدن گل‌های آرایشی، ساختمان فواره، چراغانکنی و نصب نشستگاه‌ها خیلی آباد و زیبا نمودند که این آبادکاری‌ها به سیمای تازه کسب نمودن گوشه از شفت باغ فرهنگی فراغتی و استراحت و دلخوشی ساکنان نیز مساعدت نمود. صاحبکار محلی عمر عمرov اقدام گرفته است که صحن انشاءات را آینده باز هم آباد و زیبا گرداند. در جماعت دیوت 20 سالگی استقلال دولتی ناحیه نیز در نزد مجمع خدمترسانی استقلال که آن از داروخانه، کاشانه حسن سرتراشخانه، مغازه خوراکواری و مالهای نیاز مردم عبارت است یک حمام زمانوی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. در ناحیه فرخور از آغاز سال روان تا امروز 51 انشاءات از جمله 6 انشاءات نوی معماری، 3 انشاءات ساحه معارف و 42 انشاءات صاحبکاری ساخته به استفاده داده شده است و امروز باشد کارهای ساختمانی باز در 65 انشاءات دیگر با وسعت جریان دارد.